یادمه 4-5 سال پیش یکی از این خانم‌ها که خیلی هم ادعاش میشد ما رو دعوت کرد به خونش برای قرمه سبزی. خانم چشمتون روی بد نمید، یه چیز گذاشتن جلوی ما عینه‌پور لجن خندید. نه بوی قرمه سبزی داره نه مزه قرمه. حتما به جای اسفناج توش شنبلیله کرده. والا من از شنبلیله و اسفناجش خبر ندارم. خیلی از خانمایی که میخوان شیک باشن این کارو میکنن، در صورتی که قرمه سبزی و شنبلیله. بله خب معلوم. میگم خاله جون حیف که اینجا شنبلیله تازه گیر نمیاد. خاله جون اختیار داریم فردا شما رو برای مغازه میکنیم فقط از درکشه ببینید چه شنبلیله‌های تازه چه بسته برداری. خاله جون رگ امریکاییش جوش اومد. خاله برو اگه میخوای چای بیاری برو بردار بیار تا بشینیم به کارا سر و سامون بدیم. به اون آقای فوتو هم بگو به اون زربا دست نزنه، من خودم شب میشورمش. قربان همه چی تموم شد. ظرفات توی دیشوارچه، ترشی تو شیشه، مربا سر جاش، قوری در حال قلقل و چای دم. آجا بیا بشین اینقدر خودت واسه دایی جونه دوست نکن. بیا بشین برم واسه پای چایی یه چیزی بیارم. بفرمایید کارش بفرمایید. چه خبر؟ میگم شما که تو اونجایی که سوارگاه وحشی میشن چه میگن بهش؟ رودیو تو حالا رفتیم؟ فراون سوارگاه وحشی میشونه که سوار زمین میزن؟ خیلی زیاد زمینم خوردم. آره خیلی خوب. از جون من شما مواظب باش. من همون لحظه اول زد زمین. شما مطمئن‌تر بشین که دیرتر زمین بخورید. مواظب شاخشم باشه. Yum, get me something. دیگه چه زبونیه؟ افریقاییه؟ خاله جون اینجا یام سخت. یم خب سودا بخوانم بالاخره به ما دختر میدید یا نه؟ والا ما که حرفی نداشتیم، فقط می‌خواستیم این عروسی یه جوری آبرومندانه برقرار بشه. والا من از اولش هم گفتم هنوزم میگم در این مورد خاص این دوتا بچه خودشون باید تصمیم بگیرن. چی میگی خاله؟ این آقای تارزان خان که بیزنسمنه و حواسش هم دائم پلو سکرترشه تا اینجا هستن باید به این کار یه سر و سامون داد. راستش خاله جون من و سهراب حرفامونو زدیم. تصمیم گرفتیم یه عروسی کوچیک مختصر بدیم. آره قراره بیشتر از 30 تا کاپل دعوت نکنیم. تو به ولینگتون که نمیخوام بشین. اوکی خونه فرانسیس فورد کوپولا ما که قرار نیست. یه هتل برای پشت خونه خودمون یه پرایوت روم داره درست از تعداد مهمونا. آره این همین جایی که فسیلیتی رقصم داره. ساری. پس غذا چی؟ غذا 3 کورس دینر خاله. مثل آدم حرف بزنی که منم بفهمم چی میگی. خاله جون 3 جور غذا بود. خاک عالم یعنی 2 رنگ خورش و 1 رنگ پلو؟ حالا چون رستوران ایرانی نیست، هتل آمریکاییه. یه اپتایزر میدن، یه سالاد سبز میدن، یه غذا به عنوان مین کورس و بستنی به عنوان دسر. خیلی هم خوب بسیار. خب پس غذای شب عروسی خواهرزاده بنده عبارت است از یه سالاد سبز و یه مین کورس که بین چیکن و استیک هر چیزی دلش خواست میتونه انتخاب کنه البته. و بستنی به عنوان دسر، سافت درینک هم با هتله. با یه بستنی. خدا انشالله حالت رو خفه کنه. میکشم من این آدم اینجایی بی آبرویی رو نمیدونم. خاله جون شما چه روزاقات ترخ شد؟ خوشحالم باشم پاشو تارزان خان پاشو که خدای تکزاتیت هم بذار بالاتر لیلی بکشیم که ما میخوایم مهمونا رو برداریم ببریم تو مسافرخونه بهشون یه غذای امریکایی بدیم مثل سگ اینجوری سخت بکنیم. ای بابا چون میخوانه راحت. خب بفرم. حالا برای اینا براتون ازتون چقدر میخوان بگیرن برای این چند تا غذا؟ قابل $80 بدون مشروط. $80 مگه شهره؟ Welcome to LA. You ain't in Texas anymore. این رکن هتل آمریکایی ایرانی نیست که بشه باش چونه زد. شما میخواین مثلا 1000 تومن رو آتیش بزنید که به مردم غذای مسافرخونه بدید؟ مگه من میذارم؟
مگه تا عهد زنده است میذاره این کار بشه؟ من این دفتر رو قلم میکنم اگه نتونم به چند نفری غذای آبرومندانه بدم. ببینم حال این هتل رو بدون غذا کرایه نمیدن؟ حالشون هم ببینم اینجا عکس باشه اینجا کامیونیتی سنتر نداره. چرا کامیونیتی سنتری؟ کامیونیتی سنتری که فسیلیتی غذا پختن داشته باشه یه جای برای رقص اینجا دیگه چه جایی؟ کامیونیتی سنتر خانم همون کافه شهرداری خودمون. ما وقتی که بچه بودیم با اون بابای غیرت از دردار می‌فهمیدیم پایین می‌رفتیم خودمون به خاطر مهمونا جا می‌زدیم. خب اینقدر می‌خوردیم که سه روز مریض می‌شدیم. یادش بخیر. حیف شد خرابش کردن. خیلی چیزا حیف شد که خراب کردن. خب پس اینجا کافه شهرداری هم داره. بله. اتفاقا یه دیروزی پارسا عید نوروز اونجا جشن گرفتن. چه جشنی چه مراسمی و چه غذای ایرانی مفصلی سرو کردن. خب پس دیگه معطل چی هستیم؟ شما از امشب تا 3 هفته دیگه اون چیزایی که من بهتون لیست میدم فراهم کنین، یک عروسی واسهتون بگیرم که همه تو لس آنجلس مات بده و نصف قیمت. پس قربون شما خاله جون. پرسنالی من بلاتون شم. ایشالله این دستور رو بدیم من. ورزش میکنه اینجا. بفرمایید که تکلیف بنده چیه؟ سرکار اینجا تشریف داشته باشین تا به همه کارا سر و سامون. چی؟ من 2 هفته اونجا بمونم؟ من 2 روز سر کار نباشم زندگیم از بین میره. خب بله مگه چی میشه؟ از همینجا هی به سودابه خانم تلفن کنید. سودابه خانم چیه؟ اون فقط یه منشیه خانم. والا خیلی ظاهرا بیشتر از یه منشی به نظر میاد. من فوقش بتونم پرواز امشب رو کنسل کنم، با پرواز فردا صبح برم، یه 2 هفته به کارام سر و سامان بدم و برای عروسی تو مرکز 18 ساعت پاشم بیام به لس آنجلس. مزین می‌فرمایین، به عروسی خواهرزاده‌تون رونق میدین. خانم شما 2 روز بیاد سر کار من بگید من چی میکشم و کلاه بارم نمی‌کنید. من بیام اونجا تگزاس ایالت شیشلون بندار. چرا نمی‌فهمم خانم ایالت نفت خوشبو، نفت BP. تو به اندازه کافی از نفت کشیدی دیگه نمیخواد به ایالتش بیاد. میشه بگید ما 2 نفر باید چی کار بکنیم؟ هیچی، شما اون سوئد و لوکزامبورگ رو فراموش کنید، فقط همین مهمونای همین دوست آشناهای خودتون رو دعوت کنین و مثلا بله یه کاری بکنین که پیرزن و پیرمرد مهمونیتون منو یعنی خدامون باشه. ببین تارزان خان بگو خجالت نکش، بذارید پیرمرد و پیرزن عروسیتون تارزان خان بنده بشه. یک غذایی بدم که همه مات بده. 2 نوع خورشت، 2 نوع پلو و یه خوراک بند. آفرین خب تکلیف درینک چی میشه؟ Drink? You're talking my language, hey. خدا رو شکر زنگوی که ایشون ما فهمیدیم. من لایسنس هارد ریکورد دارم. فکر کردین چاکرتون چه کاره است؟ من میگم یه اوپن بار میذاریم. این 7-8 مشروب و آبجو و شامپاین و واین میذاریم. برای بچه‌های بارم میگم مخصوصا اون 8 کاکتل ندارم. نه هتل رجس نمیگی بیاد. What the hell not? نمیخوام میان حواس مهمونا هم میره به اونا هیچ برداشت نگاه نمی‌کنه. Oh, look at you all night, that's worry. از نظر مذهب خیالتون راحت باشه. خدا رو شکر. سالاد اولویه، سالاد سیب زمینی، سالاد فصل، سالاد کاهو، کوکو سبزی، کوکو بادمجون، کوکو سیب زمینی، دلمه بادمجون، دلمه برگ، دلمه فلفل، لوبیا چیچی. من و شما با هم دیگه میتونیم یه کاری انجام بدیم. من شما چه کار میتونیم ما هم انجام بدیم؟ من و شما با هم دیگه میتونیم شریک شیم. اما چیزایی نشنیده من و شما تو چه کاری میتونیم با هم؟ پرشن رستوران، شهر ما رستوران ایرانی نداره. من و خاله شریک میشیم این رستوران ایرانی با این همه مزه.